معروف بین المللی تحلیلگر که آمریکایی هم هست، هم اسم او رو شنیدید. او میگوید یکی از مهمترین علل دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی همینه که جمهوری اسلامی مسیر مقاومت را در پیش گرفت و موفق شد، توفیق پیدا کرد، توانست بر موانع فائق بیاد. این یکی از علل دشمنی است. اونا میخوان ما شکست بخوریم، اونا میخوان ما منصرف بشیم، اونا میخوان ما به عنوان تسلیم دستهای خودمون رو بالا کنیم، چون نمی کنیم دشمنی میکنن. توجه کنید من مطلب لازم و مهمی رو اینجا بگم. خب امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. مطلب مهم اینه که امام مقاومت را از روی هیجان زدگی انتخاب نکرد، از روی احساسات زودگذر انتخاب نکرد. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است، پشتوانه عقلانی است، پشتوانه علمی است و البته پشتوانه دینی. منطق پشت سر ایستادگی امام و مقاومت امام وجود دارد. حالا من اجزای این منطق رو، چند تا جزء از این منطق رو عرض میکنم. یک جزء این منطق این است که مقاومت واکنش طبیعی هر ملت آزاده و با شرف در مقابل تحمیل و زورگویی است. دلیل دیگه ای لازم نداریم. هر ملتی که برای شرف خود، برای هویت خود، برای انسانیت خود ارزش قائل است، وقتی ببینه یک چیزی رو میخواهند به او تحمیل بکنن، مقاومت میکنه، امتناع میکنه، ایستادگی میکنه. این خود این یک دلیل مستقل و قانع کننده است. دوم، مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود، برخلاف تسلیم. وقتی که دشمن به شما زور میگوید، اگر شما یک قدم عقب برداشتید او میاد جلو بدون تردید. راه این که او جلو نیاد اینه که شما بایستی. ایستادگی و مقاومت کردن در مقابل زیادخواهی دشمن و زورگیری دشمن و باجخواهی دشمن راه جلوگیری از پیش آمدن اوست. پس صرفه با مقاومت است. خود ما هم همین جوریم. خود ما در جمهوری اسلامی تجربه من همین رو نشان میده. من البته موارد زیادی رو همین الان در ذهن دارم، نمیخوام وارد بشم مثال ذکر بکنم. به طور کلی بگم هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم.
هر جا تسلیم شدیم